در احادیث صحیحه اومده است، بخاری روایت میکند که بار عمر رضی الله عنه در نزد ابوبکر صدیق سخنی را گفت که صدیق خرج کرد، با خشم غضب گپ عمر را رد کرد و حضرت عمر ملول شد، رنجید. وقتی که صدیق اکبر از او عذرخواهی کرد دیگه عذرش نپذیرفت، رفت خونش. حضرت ابوبکر هم از اینکه یک برادر اسلامی از او رنجیده است، خاصتا شخص مثل حضرت عمر خجالت زده شد، نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف آورد. حضرت گفت یا رسول الله این خیلی واقعه شد بین ما و بین عمر و برادر ما عمر از ما رنجید. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بسیار غضب کرد. عمر فاروق اندک نشست در خانه، وقتی که غضبش فرو نشست بعد به خود آمد که آخی او مردک از من عذرخواهی کرد، یک شخصی که یاری غاری پیغمبر است، افضلی اصحاب بزرگواری پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، این چه کاری خامی بود که من کردم؟ از همین خاطر از قفا آمد حجره صدیق که نیست، آمد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت در مسجد شیشته است، در پهلوش ابوبکر صدیق و دیگر اصحاب. وقتی آمد به رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام گفت، حضرت از شدت خشم و غضب روش دیگر طرف گرداند، سلام عمر را پاسخ نگفت. وقتی که ابوبکر صدیق حال دید آمد در نزد حضرت به زانو ایستاد، گفت یا رسول الله قسم به خدا گناه از من سر زد، گناهگار و مجرم من هستم، عیب از عمر نشده است. دو سه بار همین گپ تکرار کرد. بعد حضرت صلی الله علیه و سلم به تمام اصحاب مراجعت کرد، گفت ان الله عز وجل بعثنی الیکم، خداوند متعال مرا در میان شما با پیغمبری برگزید، بین شما ارسال کرد. فقلتم کذبت، اما شما گفته دروغ گفتی، تو دروغ میگوی، تو پیغمبر خدا نیستی. و قال ابوبکر صدق، فقط همین ابوبکر جوان مرد بود که گفت این راست میگه. شخصی که در گپ دنیا دروغ نمیگه آیا میتونه که سخن از خدا بر دروغ بگه؟ صدق. و واصانی بنفسه و ماله، مرا در جان خودش، در اهل بیت خودش، در مال و ثروت شریک کرد، تمام مال و ثروتش در راه شریعت غرای محمدی صرف کرد. امروز شما گفت همه دوستی مرا خفه میکنه، با دوستی من قهر میشه، بعد از همون میگه دیگه هیچ کس جرأت نمیکرد که از حضرت ابوبکر صدیق خفه شود یا یگان سخن ناجا نسبت صدیق اکبر گوید. مرتبه و منزلت ابوبکر رضی الله عنه ببینه که چقدر بلند است. گفتم این یگانه شخصی هست در طول تاریخ بشر از زمان آدم تا به خاتم، یگانه شخصی هست که یک پیغمبری بزرگ از قفاش نماز خونده است. پیغمبرها از قفای عوام الناس، از قفای مردم نماز نمیخونن، هر چند اولیای باشند. یگانه شخصی استثنایی در تاریخ که یک پیغمبری بزرگ و چی پیغمبر حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم از قفاش نماز گزاریده است، صدیق اکبر است. و عمر فاروق شخص دیگه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تاکید کرد امت خیش رو که اقتدا کنید به این دو بزرگ مرد. امروز در حق حضرت عمر فاروق دشمنان اسلام چه تهمت های میزنند، چه سخن های ناجای میگویند. در روایت اومده است، بخاری و مسلم روایت میکنند از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه، حضرت میگوید جنازه عمر آوردن، در پیش بماندن، بسیار محزون بدیم، همه اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگریست، محزون بدن، بسیار اندوهگین بدم. ناخوش میگه یک کس از قفا آمد، دستی مبارکش در کتفم گذاشت، دستش صداش برآمد رحمک الله، خداوند رحمتت کنه یا عمر، رحمک الله.
این کنت لارجو ان یجعلک الله مع صاحبیک، من گفت از خدا امید دارم که خداوند را همراه در رفیقت، همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر همراه میکنه، یک جای محشورتان میکنه، در یک جا خواهید بود. لأنی کثیرا مما كنت اسمع رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول كنت و ابو بکر و عمر و فعلت و ابو بکر و عمر و انطلقت و ابو بکر و عمر. زیرا من گفت از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم زیاد شنیدم که حضرت می گفت من ابو بکر عمر بدیم، ما و ابو بکر عمر فلان کار کردیم، ما و ابو بکر عمر به فلان جا رفتیم. یعنی همیشه ابو بکر عمر رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه خیش ذکر میکرد. فإن كنت لأرجو ان یجعلک الله معهما، از این خاطر من از خدا امید دارم که خداوند فردا روز قیامت ترا همراه رفیقات برمیخیزاند، همراه رفیقات در یک جا میکند. حضرت عبدالله ابن عباس میگه گشتم نگاه کردم با تعجب کی باشد، نگاه کردم میگه حضرت علی کرم الله وجهه. توصیف و وصف حضرت علی در حق حضرت عمر میکند. امروز کسایی که محبت علی گفته جار میزنن، داد و فغان از محبت علی میزنن، نوجوان مردان رفتار و اخلاق علی را ترک کردیان. نعوذ بالله ابو بکر صدیق عمر فاروق حکم به کفر میکنن. فراموش میکنن که کسی یک مسلمان عادی را چی برسه به این بزرگ مردای مثل ابو بکر صدیق حضرت عمر حکم به کفر کرد، خودش کافر میشه. پس او کسایی که حکم میکنن خودشو کافر هستند نزد خدا و نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم و نزد جماعه مسلمانان و یقین بدونن. حضرت شیخ عطار یک نظم دارد در منطقه طیر: ای کلاف از عقل از لب میزنی، پس چرا دم در تعصب میزنی؟ ای شخصی که تو دعوا میکنی که ما با عقلیم، با دانشیم، ما فیلسوفیم، پس چرا با تعصب گپ میزنی؟ رو در گور در خلافت میل نیست ای بخبر، میل کی آید زی ابوبکر و عمر؟ آیا خلافت اسلامی جای چرزبازی است؟ جای میل است؟ آیا در حق بزرگای مثل حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق تصور کرده میشه که اینا چرز کرده باشن، میل کرده باشن؟ میل اگر بودی بر این دو مقتدا، هر ده کردندی پسر رو پیشوا. اگر که یا رو رفیق بازی میکردن و شناس بازی میکردن، آخه هر ده هم پسرای ارشد داشتن، پسرای بزرگ جوانمرد عالم با غیرت، پسرای خودشون چرا نکردن؟ حالا شیعی ها ادعا میکنن که ابوبکر صدیق رفیقش حضرت عمر بعد خود خلیفه تعیین کرد به خاطر رفاقت. اگر میل که می داشت چرا پسرش عبدالرحمن را نکرد؟ چرا پسرش عبدالله را نکرد؟ جوانای حضر با غیرت، مجاهدای راه حق. دائما صدیق مردی راه بود، فارغ از کل عازمی درگاه بود. مال و دختر کرد بر سر جان نثار، ظلم نکند این چنین کس شرم دار. در عمر گر میل بودی ذره، کی پسر کشتی به زخمی دره؟ وقتی که فاروق اعظم چرزبازی و میل بازی را میدونست، پسر خودش درشب میکرد میکشت. چند گوی مرتضی مظلوم بود، از خلافت راندن محروم بود. چی قدر دعوا و دوای میکنه که علی مظلوم بوده، از خلافت دورش کردن. چون علی شیر حق است تاج سر، ظلم نتوان کرد با شیر ای پسر. آخه علی شیر خدای به شیر ظلم کرده میشه و قورت میکنه. ای پسر تو بینشانی از علی،
عین یا و لام دانی از علی. روی تو درگور که تو علی را نمیدونی، تو اخلاق حمیده علی را نمیشناسی. ای علی بود که بالای ماتمی حضرت عمر دا آمد گفت امید دارم که خداوند تر خطی دو دوستت خطی حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و یار غارش ابو بکر صدیق حشر میکنه، زیرا همیشه همراه شو بدی در این دنیا. مرتضی را میمکم با خود قیاس، زان که در حق غرق بود آنش خود شناس، آن حق شناس. تا هیچ وقت با مرتضی به حضرت علی قیاس نکرد. خیلی تفاوت است بین تو و بین اونا. حضرت علی مؤمن بود، مسلمان کامل بود، مثل تو منافقی کافر معاب نبود. واهتدوا بهدی عمار. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم تاکید کرد به هدایت عمار عمل کنید، به نصیحت عمار عمل کنید. عمار ابن یاسیر، ما چند پیش همین سوال بود در موضوع خلافت حضرت علی، جنگ های حضرت علی 10 جمعه گپ زدیم. 10 جمعه از جمله بیان کردیم که چی نوع حضرت عمار ابن یاسیر صحابی بزرگوار پیغمبر صلی الله علیه و سلم که پدر و مادرش در راه اسلام شهید شدیان. مادرش اولین مسلمانی هست که در راه خدا شهید شده، سمیه. پدرش یاسیر هم جام شهادت نوشید، از دست کافرها و از دست مشرکای مکه کشته شد. همه جوانمرد عمار ابن یاسیر به سین سالش نگاه نکرده از 90 بالا بود، شمشیر کشید، همراه امام حق، همراه حضرت علی در جنگ جمل و در جنگ صفین شرکت کرده است. همیشه گپی حق همه گفت. از همه خاطر حق بیانیش بود که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود یا عمار تقتلک فئة باغیه. ای عمار اخیر الامر ترا یک گروه سرکش، یک گروه شورشگر میکشند. و پیشگویی پیغمبر صلی الله علیه و سلم جامعه عمل پوشید. عمار ابن یاسیر 90 ساله ماه صفر سال 37 هجری در جنگ صفین شهید شد، شهید اعلی شد. از این خاطر بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تاکید کرد که به هدایت عمار عمل کنید، نصیحت عمار را در گوشات و حلقه کنید. و تمسکوا بعهد ابن مسعود، و چنگ بزنید به عهد ابن مسعود، یعنی که علم دانش از عبدالله ابن مسعود بآموزید. حضرت عبدالله ابن مسعود صحابی بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو محققان فقیه امت میگویند. عبدالله ابن مسعود از شخصایی است که کثیر الفتوا بود، فتواهای زیاد میداد. جایی که عبدالله ابن مسعود اگر حضور میداشت، اگر 4 صحابی پیغمبر 4 یاری بزرگ استثناء کنیم، دیگه کسی جرأت نمیکرد که فتوا بده در نزد عبدالله ابن مسعود. حتی بار از حضرت ابو موسی اشعری یک مسئله را پرسیدند، سوال جواب گفت و بعد گفت به هر وجه برین از ابن مسعود هم سوال کنه. اومدن که ابن مسعود خلاف همو گپ گفت، اومدن گفتن که یا ابو موسی، عبدالله ابن مسعود دیگر فتوا داد، گفت لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم. تا زمانی که همه عالم، حبر عالم بسیار بزرگ هم میگن در بین شما هست، شما از من چیزی را سوال نکنید. من جرأت نمیکنم در نزد عبدالله ابن مسعود پاسخ بگم به سوالا. چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که چنگ بزنید به تعلیم عبدالله ابن مسعود؟ زیرا به قول صحابه های بزرگوار پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تعلیم از همه شبیه ترین شخص، نزدیکترین شخص به رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت عبدالله ابن مسعود بود است. صاحب سیر رسول الله صلی الله علیه و سلم حذیفه ابن یمان، حذیفه ابن یمان صاحب سیر پیغمبر است. منافقا را یک یک میدونست. یگانه صحابیه که پیغمبر همه منافقا را در نزدش گفته است، برای همین صاحب سیرش میگفتن. منافقا را همش میدونست. ای کاش ما هم منافقا را میدونستیم و پیش مردم آشکار میکردیم، خیلی کار سبک میشید. حذیفه گفت
ما کان رجل اشبه برسول الله صلی الله علیه و سلم هدیا و دلا و سمتا من عبدالله ابن مسعود. با پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در مسئله هدایت و در مسئله دلالت به کار خیر و در مسئله در جای خاموشی خاموش ایستادن کسی شبیه تر از عبدالله ابن مسعود نبود. ما احناف افتخار میکنیم امروز که فقه حنفی قوی ترین فقه در روی دنیا است. الحمدلله. وقتی که علمای مستشرق غربی ها فقه حنفی را میخونن در تعجب میغلطن. حتی بعضی ابلهاش میگن که هیچ امکان نداره که مردم بدوی، مردمی که در بیابان زندگی میکردن تمدن ندیدین، توانند که چنین یک فقه را، یک مجموع قانون ها را صادر کنند. از این خاطر دعوا میکنند که گویا حضرت امام اعظم ابو حنیفه همون فقه خودش از کتب رومی ها گرفته باشد، از علم قدیم، از مجموع قانون های رومی قدیم. از جمله یک مستشرق ابله با نام شیلدن ایموس انگلیس است، همین دعوا را کرده است. ببینه فراموش میکنن که آقای فقه امام اعظم ابو حنیفه در بالا یک زیربنای مستحکم وضع کرده شده است که الهی توبه. حضرت عمر